درود به شما دوستان عزیز. صدایی که همکنون میشنوید برای اولین بار توسط کانال برای ایران برای شما عزیزان پخش میشه. توجه داشته باشید که این صدا با استفاده از هوش مصنوعی بازسازی شده و این آخرین پیام شاهنشاه تو خاک ایرانه که فقط چند ساعت قبل از خروجش از ایران به جا گذاشته و این برای اولین باره که به صورت عمومی بعد از 47 سال پخش میشه. فقط قبلش ازتون تقاضا دارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. هم میهنان عزیزم، امشب در واپسین ساعات حضورم در ایران با شما سخن میگویم. شاید این آخرین فرصتی باشد که صدای مرا از درون وطن بشنوید. برای من که تمام عمرم را در خدمت به این سرزمین گذرانده ام، گفتن این کلمات بسیار دشوار است. هیچ لحظه ای در این سالها به اندازه امشب سنگین و دردناک نبوده است. ایران برای من نه تنها زادگاه، بلکه معنای زندگی و هویت من است. من در این خاک به دنیا آمدم، در این سرزمین رشد کردم و همه آرزوهایم را به پای آن ریختم. امشب که در آستانه ترک وطن قرار گرفتم، قلبم مملو از غصه است. من میروم، اما باور کنید روح و جانم در کنار شما خواهد ماند. در طول سالها کوشیدم ایران را به سوی پیشرفت و آبادانی ببرم. کارخانه ها ساخته شد، جاده ها و راه آهن‌ها گسترده شد، دانشگاه ها و مدارس بنا شد و جایگاه ایران در میان ملت ها بالاتر رفت. تمام اینها را با نیت خدمت انجام دادم. اگر در این راه خطا یا کاستی از من بوده، از شما ملت شریف طلب بخشش میکنم. هیچگاه نخواستم که فاصله های میان من و مردم پدید آید، اما شرایط سخت روزگار و دشمنی ها کاری کرد که میان ما دیواری از بی‌اعتمادی بالا برود. باور کنید هیچ شب و روزی نبود که به فکر مردم نباشم و به آینده فرزندان ایران نیندیشم. اگر امروز برخی مرا نمیخواهند، بدانند که من همواره آنها را فرزندان خود میدانم. تصمیم به رفتن آسان نبود. من شاه ایرانم و باید آخرین کسی باشم که از وطن بیرون می رود. اما من نمیخواهم خون بیشتری بر زمین ریخته شود. خیابانهای وطن نباید صحنه جنگ و کینه باشد. من میروم تا شاید نبودنم آرامش بیاورد و راهی برای تفاهم و صلح باز شود. هیچکس بیش از من از دیدن خون جوانان این کشور آزرده نمی شود. این فرزندان امید فردای ایران هستند. هر قطره خونی که بر زمین ریخته شود زخمی است بر قلب من. من میخواهم مردم بدانند که ترک وطن از سری ترس نیست، بلکه تنها برای جلوگیری از خونریزی و دشمنی بیشتر است. ایران در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته. هجوم بیگانگان، قحطی‌ها، جنگ‌ها و بحران‌ها، اما همیشه دوباره سربلند شده است. ایمان دارم این بار هم ایران از این تاریکی عبور خواهد کرد. من تنها آرزو دارم این گذار با کمترین آسیب و بیشترین خرد همراه باشد. از ارتش و نیروهای وفادار که همواره در کنار ملت ایستادند قدردانی می‌کنم. آنها فرزندان همین خاک هستند و باید در خدمت مردم بمانند. خواهش من این است که هیچگاه اسلحه به روی هم میهنشان نگیرند. ارتش باید مایه امنیت و آرامش باشد، نه ترس و خون. امروز میدانم بسیاری آزرده خاطر هستند، بسیاری خشمگین هستند. اما من از همه شما میخواهم که خشم را به کینه تبدیل نکنید. ایران نیازمند اتحاد است، نه انتقام. راه کینه را به دلهایتان باز نکنید. فردا تنها ویرانی و جدایی نصیب کشور خواهد شد. من میروم، اما با امید دارم که شما مردم با خرد و بزرگواری خود آینده‌ای روشن‌تر بسازید. شاید من دیگر در کنار شما نباشم، اما آرزو دارم فرزندان شما در سرزمینی زندگی کنند که در آن صلح، آزادی و پیشرفت همنشین یکدیگر باشند. هم میهنانم، بدانید که ترک وطن برای من آسان نیست. هر گوشه ای از این خاک خاطره ای از زندگی و جوانی من است.
از کوههای البرز گرفته تا دشتهای خوزستان، از دریای شمال تا خلیج فارس، همه برای من عزیزند. من نمیتوانم هرگز از این سرزمین دل بکنم، حتی اگر جسمم از آن دور شود. من در تمام سالهای سلطنت خود کوشیدم که استقلال ایران را نگاه دارم. اجازه ندادم بیگانه بر شما حکم براند و تلاش کردم ایران در میان ملت‌های جهان با سربلندی شناخته شود. اگر امروز دشمنان و مغرضان سخنان دیگری میگویند، حقیقت را تاریخ روشن خواهد کرد. من اعتراف میکنم که اشتباهاتی هم داشته‌ام. هیچ انسانی بی خطا نیست، چه رسد به پادشاهی که بار کشور را بر دوش دارد. اما نیت من هرگز بد نبوده است. اگر کم گذاشتم، اگر دل کسی را شکستم، از شما میخواهم مرا ببخشید. شاه نیز پیش از آن که پادشاه باشد انسان است، با ضعف‌ها و محدودیت‌های خود. آنچه بیش از هر چیز مرا می‌آزارد این است که میان من و مردم فاصله افتاد. من آرزو داشتم همه شما در رفاه و آسایش باشید، اما صدای اعتراضها نشان داد که خواسته‌های دیگری هم وجود داشت. کاش فرصت بیشتری می بود تا این فاصله را پر کنم. کاش می توانستم شما را از رنج به دور دارم. ارتش و مردم باید دست در دست یکدیگر باشند. سربازان برادران و فرزندان شما هستند. نگذارید که دیواری میان ملت و ارتش بالا برود. اگر این پیوند گسسته شود، امنیت ایران به خطر می افتد. من به همه نیروهای نظامی وصیت می کنم که جز در خدمت وطن و آرامش ملت سلاح بر ندارند. من هرگز قصد استبداد نداشتم. گاه شرایط و فشارها باعث شد تصمیم‌هایی گرفته شود که شاید دلخواه همه نبود. اما باور کنید هدف نهایی من همیشه پیشرفت ایران بود. اگر راه دیگری بود حتما آن را می‌پیمودم. از شما می‌خواهم امروز با گذشت و بزرگواری به آینده بیاندیشید، نه به گذشته. ایران امروز بر سر دوراهی است. می‌تواند با خرد و همبستگی به سوی شکوفایی برود و می‌تواند با نفرت و انتقام به سوی تاریکی کشیده شود. من دیگر نقشی در این انتخاب ندارم، اما دعا می‌کنم راه نخست را برگزینید. آینده فرزندان شما در گروه انتخاب امروز شماست. به زنان و مردان این سرزمین می‌گویم شما ستون‌های اصلی ایرانی. زنان ایران که در این سالها بیش از پیش به آموزش و فعالیت اجتماعی دست یافتید، مسئولیت بزرگی در ساختن آینده دارید و مردان این سرزمین باید شجاع باشید، اما نه در دشمنی با هم میهن، بلکه در آبادانی وطن. امروز من میروم با قلبی شکسته اما با امیدی زنده، امید به اینکه روزی دوباره آرامش به ایران بازگردد. شاید آن روز من در کنارتان نباشم، اما مطمئنم پرچم ایران همچنان برافراشته خواهد بود. این سرزمین هزاران سال پایدار مانده و پس از ما نیز خواهد ماند. ای هم میهنانم، من امروز میبینم که بسیاری از شما فریب شعارهایی را خورده اید که ظاهرشان زیبا و دلنشین است، اما در پس این شعارها آینده‌ای نهفته که با آزادی و پیشرفت فاصله دارد. شما مردمی بودید که برای زندگی بهتر تلاش کردید. مبادا فردا در بند افکاری گرفتار شوید که جز عقبگرد چیزی برایتان ندارد. من سالها کوشیدم ایران را از تاریکی جهل و خرافه به سوی علم و دانش ببرم، اما امروز گروهی می‌خواهند دوباره آن تاریکی را بر شما بازگردانند. آنها وعده عدالت می‌دهند، اما آنچه در عمل خواهند آورد محرومیت از آزادی و برابری است. مبادا آینده خودتان را به دست کسانی بسپارید که جز تاریکی چیزی نمی‌بینند. شما امروز در خیابان‌ها فریاد می‌زنید، اما فردا شاید همان صداها خاموش شوند، زیرا کسانی که قدرت را به نام دین می‌گیرند تحمل شنیدن هیچ صدایی جز صدای خودشان را ندارند. من به شما هشدار می‌دهم، اگر امروز آزادی خود را آسان از دست بدهید، باز پس گرفتن آن بسیار دشوار خواهد بود. من به خوبی می‌دانم که دین مایه آرامش و ایمان دل هاست،
اما وقتی دین تبدیل به ابزار حکومت شود، نه دین باقی میماند و نه آزادی. حکومت مذهبی یعنی یک صدا، یک نگاه، یک راه و هر کس جز آن فکر کند دشمن شمرده خواهد شد. آیا این همان چیزی است که براش فریاد میزنی؟ من دیده‌ام که رهبران این جنبش وعده ساده زیستی و عدالت میدهند، اما تاریخ نشان داده کسانی که با شعار ساده زیستی به قدرت میرسند در نهایت بجز سختی و تنگ دستی برای مردم چیزی نمی آورند. شما سزاوار رفاه و پیشرفتید، نه بازگشت به زندگی در محدودیت و تنگ دستی. به شما میگویم مبادا آزادی‌های فردی خودتان را دست کم بگیرید. امروز شاید به چشم نیاید، اما فردا وقتی بر کتاب، موسیقی، هنر و حتی بر اندیشه‌تان خط بکشند، تازه خواهید فهمید چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اید. ایران بدون آزادی ایران نخواهد بود. من نمیخواهم شما را از تغییر بترسانم، زیرا تغییر بخشی از زندگی است. اما تغییر باید رو به جلو باشد، نه بازگشت به عقب. اگر آینده‌ای بسازید که در آن زنان از حقوقشان محروم شوند و مردان در ترس زندگی کنند، آن آینده نه برای شماست و نه برای فرزندانتان. بدانید که قدرت مذهبی اگر بر کشور چیره شود، نه تنها آزادی درون، بلکه جایگاه ایران در جهان نیز آسیب خواهد دید. کشوری که روزی پیشرو بود، در چشم جهانیان به سرزمینی بسته و منزوی بدل خواهد شد. من سالها جنگیدم تا ایران سربلند باشد. مبادا فردا به خاکستری از انزوا فرو رود. از شما می‌خواهم پیش از آن که دیر شود چشمهایتان را باز کنید، به وعده‌ها گوش دهید، اما در پس آن وعده‌ها آینده ای را ببینید که فرزندانتان در آن زندگی خواهند کرد. آیا آنها در مدرسه ها آزاد خواهند بود؟ آیا در خانه ها می توانند بی هراس سخن بگویند؟ پس لطفاً قبل از هر اقدامی این سوال ها را از خود بپرسید. من می روم، اما با نگرانی عمیق، نگرانی از این که مبادا ایران عزیزم از مسیری که ساخته شده بود بازگردد و در گرداب جهل و استبداد مذهبی فرو رود. تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد، اما امروز تصمیم در دست شماست. من از شما تنها یک چیز می‌خواهم: فریب شعارها را نخورید و آینده را قربانی هیجان خود نکنید. هر آنچه گفتم از دل برآمد و با دل گفتم. امروز که در آستانه ترک خاک ایران هستم، آخرین خواسته ام از شما این است که آرامش را بر هر هیاهو و نفرتی مقدم بدانید. آرزو دارم که فرزندان شما در سرزمینی زندگی کنند که در آن علم، دانش و فرهنگ آزاد باشد و نه در اسارت ترس و خرافه. این خاک شماست، آیندهش در دستان شماست. از شما می‌خواهم که دست در دست یکدیگر بگذارید و اجازه ندهید که دشمنان داخلی یا خارجی وحدت و همدلی شما را بشکنند. ایران همیشه زمانی سربلند خواهد بود که مردمش متحد باشند. فراموش نکنید که خون همه ما باید برای آبادانی ریخته شود، نه برای انتقام و خشونت. هیچ پیروزی واقعی بدون صلح و عدالت پایدار نخواهد بود. من این خاک را ترک می کنم با قلبی شکسته، اما با ایمان به شما و آینده ایران. شاید جسمم دور شود، اما روحم همیشه در میان شما خواهد بود. هرگز فراموش نکنید که ایران تنها خانه شماست. پاسداری از این خانه مسئولیت همه ماست، چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوان. امروز و فردا همه سهمی در سرنوشت کشور داریم. من از ارتش و نیروهای وفادار می‌خواهم که همچنان حافظ امنیت مردم باشند و دستشان جز برای آبادانی و دفاع از وطن بر روی کسی بلند نشود. ایران، ملت و آینده آن ارزشمندتر از هر نزاع و قدرت طلبی است. از شما مردم می‌خواهم که امید را از دست ندهید. امید به فردایی بهتر، به نسلی که آزادانه بیاندیشد و زندگی کند، به کشوری که در صلح و پیشرفت باشد.
هیچ تاریکی همیشگی نیست و نور همیشه باز می‌گردد. من می‌روم، اما با آرزوی دیدن روزی که ایران سربلند و آزاد در کنار ملت‌های جهان دوباره بدرخشد. این تنها خواسته من است و همه دلنگرانی‌ها و اندوه‌هایم را به آن می‌سپارم. و در پایان از شما می‌خواهم که با هم مهربان باشید، با هم متحد باشید و با خرد و بزرگواری آینده ایران را بسازید. من می‌روم با دلی پر از اندوه و امید، اما ایمان دارم که ایران همچنان زنده خواهد ماند.